بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية. إنك مدرسي خضرة دوام مدهم از كتابي شل حديث إمام نووي. قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. يعني حديث 34 از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنند که گفت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میگفت: هر کی از شما کاری زشت و ناروایی را بیند، پس باید آن را به دستش برطرف سازد، و اگر نتواند پس با زبانش، و اگر نتواند پس با دلش، و آن زینه ضعیفترین ایمان است. این حدیث را مسلم روایت کرده است. از این حدیث برمی آید که کسی یک کاری ناجویه را بیند، باید که با دست آن را برطرف کند. البته مثلا با این یک مقام و یک وقت و یک ساعت دارد. مثلا شما در قدره می بینید که یک کس یعنی که عرق فروشی کرده ایستاده است، نمیتواند که یک بار رفته و هیچ کاری برطرف کنه. این خصوصا در مسئولین تعلق دارد و به خودی ما و شما هم به هر یک مسلمان قطاری نیز تعلق دارد. وقتی که در خوجگی خودش یک کاری ناجوره بیند، فرزندش میبینه عرق خوری میکنه، پدرش میبینه عرق خوری میکند، میتواند عرق گرفتش کند، ویران کند، نیست کند. اما خلاص، زیرا میتواند، قدرتش هست. اما قد کوشه یا که یگون کسی بیگانه یا که گرچند خیش تبارتون باشد نمیتواند این کار کردن، لیکن حدی اقل باید که با زبان گفته شود. فهمیدید؟ معظم میشود که با زبان گفتید یک مشکلی سخت میخیزد یا که نمیتواند کس گوید. اگر نتواند به قلبش بد بیند، لیکن این از همه زینه ضعیفترین ایمان میشود. ایمان زیاد میشود و کم میشود. وقتی که شما به دست برطرف کردن توانستید و به زبان برطرف، یعنی که امر معروف گفتم یا که گویم نهی منکر گویم کردن توانستید، معلوم میشه که ایمان شما ضعیف است. البته برای امری به معروف کردن باید که خودی شخص به معروف شناس باشد پیش از آن که امر به کاری معروف میکنه. همچنین پیش از آن که یک کس را از کاری ناجویه منع کرده شود، اول باید که خودتان به کاری ناجویه چه شناس باشد که کدام کار است که کاری ناجویه. و در اساس علم ما و شما یعنی که باید به علم یگان حرف نزنیم. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف در آیه 108 می‌فرماید که قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. یعنی بگو این راهی من است، من و پیروانم همگان را به دلیل و حجت، یعنی به علم به سوی الله میخوانیم، پاک است الله و من از مشرکان نیستم. این دلیل است برای خاطر آن که مثلا شخص باید که در اساس علم گپ زند. این حدیث مسلم روایت کرده است. نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.